خب سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. قراره که امروز با تاها صحبت بکنیم، پایتون دیولپر از آلمان. تا یه شروعی داشته باش تا بریم سر سوالا. سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما دوستان هستم و خیلی ممنون از این برنامه‌ات که یعنی ویدیوهایی که ضبط می‌کنی که خیلی کمک می‌کنه که بدونن اینجا چه خبره و چطوریه. دمت گرم. خب از این شروع کن که به نظرم که کی شروع کردی برنامه‌نویسی رو، چجوری بود، رشته‌ت مرتبط بود یا نه و چند سال میگذره کلا از شروع کارت؟ برنامه نویسی که خب من رشتم مرتبط بود، من آیتی خونده بودم دوره لیسانسم و فوق لیسانسم هم همینطور. شروع کارم رسمی عملا میشد از ترم 3 ارشدم رسمی، یعنی منظورم که دیگه جدی بچسبم بهش. قبل از اون مثلا یه حالت مثلا کارآموزی طور اینا با یکی از استادای دانشگاهمون شروع کرده بودم، یه مدت مثلا کارهای ساده مثلا حالا نمی CSS زدن و HTML ساده و اینا رو انجام داده بودم، ولی اینکه واقعا مثلا بچسبم کارو جدی تر بگیرم میتونم بگم ترم 3 ارشدم بود که چند سال پیش میشه؟ و الان مثلا تقریبا بخوام حساب کنم دیگه میشه 8 سال پیش، مثلا فکر کنم 94 من شروع کردم، الان 402 دیگه. درسته، خیلی عالی. توی ایران چند تا شرکت کار کردی و از اول با پایتون شروع کردی، درسته؟ نه من اتفاقا اولش با پایتون شروع نکردم، من با PHP شروع کردم مثلا. من شرکت اولی که بودم، همون که میگم حالا دیگه جدی شروع کردم از اونجا بخوام استارتش رو بزنم، من به عنوان PHP دیولپر شروع کردم، چون این پروژه PHP داشت شرکت. ولی خب براش یه سری بعدن سرویس های دیگه ای لازم شد که نوشته بشه و بعد مثلا یه پروژه دیگه شرکت داشت، چون حالت استارتاپی بود من شروع کردم مثلا به پایتون یاد گرفتن که اسکریپت بنویسم، در حقیقت بیشتر جنبه اسکریپت داشت. اینجا با پایتون آشنا شدم، دوباره مثلا یه حتی میگم مثلا 2 سالی تو همون شرکت اصلا رفتم سمت جاوا و یه زبون دیگه ای بود که حالا یه رپری روی جاوا بود، اصطلاحاً به اسم گرووی و با پلتفرم گریلز که حالا باز گرووی آن ریلز مثلا روبی آن ریلز بود، مثلا شبیه اون روی اون کار میکردم، پروژه های اون مدلی رو میزدم. درسته. بعد دوباره دیگه سویچ کردم روی پایتون جنگو و از اونجا به بعد دیگه پایتون کار کردن من جدی شد. درسته. یعنی مثلا میتونم بگم الان دیگه 5 ساله تقریبا که دیگه جدی مثلا بیشتر درگیر پایتون بودم. حتی پروژه های ارشدم و مثلا اینا رو همه رو سعی کردم اونایی که مثلا حالت دیتا ساینس هم حتی داشت رو پایتون زدم. ولی وسطش بازم مثلا سویچ های کوچیکی داشتم زبون‌های مختلف، مثلا اینجوری نبود که کامل فقط پایتون باشه. درسته، خیلی عالی. بریم سراغ روند اپلایت. اینکه چقدر وقت طول کشید در واقع از اولین اپلایی که کردی تا گرفتن آفرت و توی این روند چند تا مصاحبه کردی، چقدر ریجکتی داشتی و چطوری بود کلا برای کسایی که مخصوصا دارن شروع میکنن و دنبال راهی هستن؟ یه ذره پروسش چجوری بگم خیلی پیوسته نبود، بخاطر اینکه من چون خب همزمانم کار میکردم و مثلا هیچ وقت اینجوری نبود که از کار بیرون باشم و بخوام شروع کنم اپلای کردن. و چیزی که حداقل یادم میاد، من اولش هدفم استرالیا بود. درسته. و حالا بنا به دلایلی اونا رو کنسل کردیم. ما تقریبا از دی ماه که در حقیقت اون سال جدید که 2022 باشه شروع شد، دیگه من تصمیم گرفتم که بیام اروپا. دیدم موقعیت اروپا برای حالا آلمان و هلند، تصمیم گرفتم که اقدام بکنم. شروع کردم رزومه‌مو آماده کردن و اینا دیگه، شروع کردم جسته گریخته این ور اون ور فرستادن. میتونم بگم مثلا چند تا شرکت فرستادم واقعا یادم نمیاد، ولی مثلا فکر کنم 30 تا 40 تا شرکت فرستادم. خب یه سریاش خیلی واضح مثلا از همون اول ریجکت میشد، به خاطر اینکه اصلا من ATS رو نمیتونستم رد بکنم. حالا نمیدونم تو برنامه توضیح دادی راجع به ATS به بچه‌ها یا نه، ولی اون رد نمیشد. بعد کم کم دیگه هی بهبودش دادم تا این حد که دیگه به لول‌های بعدی رسید، مصاحبه‌های کم و بیش اومد. مصاحبه های جدی که داشتم بکنم 3 تا بود. آره مثلا 3 تا دونشون 2 تا یا 3 تا حتی واقعا
به یه جایی رسید. یکیشون تو مرحله فکر کنم حالا یکی مونده با آخر اینا شرکت هلندی بود، اون فنی بود که رفت شدم، ولی این شرکت خب رفت تا مرحله آخر رو دیگه اوکی شد. خیلی عالی. پس تو اروپا فقط تجربه مصاحبه با آلمان و هلند داشتی؟ من آره بیشتر روی این دوتا فوکس کرده بودم. خب اون مصاحبه‌ای که در واقع به آفرت منجر شد و یه خلاصه مرور بکنیم، این که چند مرحله بودش، سوالای HR معمولا دور و بر چه چیزایی میگشتش و بعدش یه خورده دقیق تر واردش میشیم. این مصاحبه من تا جایی که یادمه 4 مرحله بود. مرحله اولش HR بهم زنگ زد، گفتش که خب ما مثلا رزومتو پیدا کردیم و اینم چیزه، این مثلا شرکتمونه، شرایطش اینجوریه، تو چی کارا کردی، کلا صرفا یه سنجش اولیه بود که ببین اصلا تو باغ هستی یا نیستی و مثلا یعنی واقعا دیگه چجوری بگم اینجوری اسم هم نکرده باشی. اینا بعد یه دونه کد چالش برام فرستادن در حقیقت، که حالا کد چالش در حقیقت یه پروژه خیلی تقریبا سبکی بود. فرستادن، منو براشون فرستادم. بعد یه مرحله مصاحبه آنلاین داشتم با چند تا از با یه تک لید و یکی از بچه‌ها که بک اند دیولپر که الان اتفاقا تو تیم خودمونه، مثلا همکارمونه. درسته. با اون 2 نفر مثلا من مصاحبه فنی کردن. حالا من انتظار داشتم که راجع به پروژه بپرسم، ولی خب نه، خیلی سوالات کلیه، مثلا پایتون رو پرسیدن و یه سری چیزا بود. اون لول انجام شد. مرحله آخر حالا یه چیزی بود که مدیرهای شرکت هم بودن و مثلا CTO شرکت بود، منابع انسانی شرکت بود و مدیر عامل شرکت و حالا مثلا معاون مدیر عامل هم که در حقیقت یه مقدار پوزیشنشون خیلی مشخص نیست، یعنی هست ولی خب عادی نیست در حقیقت، مثلا میشه چیز نیست. ولی خب اونا هم حضور داشتن. بعد اون CTO یه سری سوالات خیلی جدی‌تر اندفعن پرسید، یعنی مثلا خیلی دیگه لول بالاتر بوده که مثلا پرسیدن چقدر سینیورم. و خب نهایتاً هم می‌کنم من ظهر این کارو کردم، همون شبش آفر رو واسم فرستادن دیگه. درسته. خیلی عالی. توی بحث زبان و اینا به نظر چقدر مهارت زبان نیاز بودش؟ آیا به نظر برای بچه‌ها گرفتن مدرک لازمه یا نه و خودت چطوری هندلش میکردی؟ زبان مدرک لازم نیست برای مصاحبه داشتن، ولی خب باید بتونی شما راحت کامیونیکیت بکنی. یعنی بحث اینه که شما اصلا مثلا همین جوریش تو مصاحبه میخوای بکنی، مثلا اوایل کار و خصوصا اصلا از ایران آدم اولش اصلا تجربه نداره درست حسابی. حالا میگم باز بستگی داره که شما اصلا چقدر بین‌المللی کار کرده باشی. قبلا من یه تجربه شبه بین‌المللی کار کرده بودم قبلا توی یه شرکت ایرانی که حالا با یه شرکت خارجی کار داشت و خب مثلا میدونستم چه جوری مثلا حرف زدن باهاشون چه جوریه و فلانه. ولی خب واسه اینکه اصلا در حالت عادی شما وقتی یه مصاحبه میخوای بکنی همین جوریش هم یه مقدار استرس داری دیگه و ممکنه هول بشی. یا بذار روش که حالا مثلا زبانم مچانی بلد نباشی، خب توپق زیاد میزنی و خیلی مثلا اثر مثبتی نمیذاری، چون واقعا چیزی که وجود داره اینه که خیلی جاها بیشتر از این که قدرت فنی شما مهم باشه، اون کامیونیکیشن شماست که تاثیر میذاره واقعا. یعنی که بتونی واقعا این حالت فرست ایمپرشنی که میگن مثلا واقعا اون اثرگذاری اولیه رو داشته باشی روی مخاطب، که بعد حالا بیان تو لول‌های بعدی مثلا حالا تنظیم کنم بگن خب اوکی این سینیور بود، حالا مثلا 5000 تا صد بالاتر بهش میدیم یا 5000 تا پایین‌تر بدیم مثلا. اونجا دیگه میشه بحث مثلا چونه زنیای حقوق. ولی این که اصلا کلا احساس بکنن که میخوان قبولت بکنن یا نه خیلی بستگی داره که شما ارتباطات مثلا چه زبانت چطور باشه. درسته. خیلی عالی. از حالا نه دقیق ولی از جزئیات مصاحبه بخش فنیش، این که حالا چه توی این مصاحبه اصلی چه الان که اونجایی و میبینی اوضاع چطوری از نظر فنی، چیزی مثلا در حد 4 تا 5 تا سوال میتونی لیست بکنی برای کسایی که مثلا میخوان مصاحبه پایتون جنگو بدن توی شرکت‌های خارجی؟ خیلی
بستگی به خود شرکت داره حقیقتش رو بخوای. به خاطر اینکه من خودم مثلا خیلی مسابقه مختلفی کرده بودم. مثلا اینجوری بگم شرکتی که هلندی بود و من مصاحبه میکرد کلا مثلا این سوالاش یه اسکیل دیگه ای بود با شرکت خودمون که مثلا حالت مثلا چستر بود، استارتاپی تره. سوالاتی که میپرسیدن مثلا از خیلی بیسیک میتونست شروع بشه، از اینکه مثلا آقا چه میدونم یه آبجکت اورینتد ساده، یعنی مثلا دو سه تا کلاس داریم مثلا فلانه، این الان اون یکی رو داره کال میکنه، اصلا چیزی خروجی میده یا نمیده. بعد دیگه کم کم میشه یه مقدار دیتیل های بیشتر که آقا مثلا این مثلا اگه من یه لیست خالی توی پایتون مثلا پاس بدم به یه تابع چی میشه، مثلا چه اتفاقی میفته. مثلا حواستون باشه مثلا این چون تو دوره مثلا موقعی که اول فانکشن داره ساخته میشه اون لیست رو میده، مثلا داستان خودشه دیگه. حالا تخصصی پایتون نمیخوام خیلی وارد بشم، ولی خب مثلا اون لیست هر بار هی کال میشه، اون لیست تکراریه و مثلا چیز میشه، انتظاری که آدم داره نداره، اون لیست هی داره بهش المنت اضافه میشه و مثلا باید حواست باشه. تو مثلا حالا یه سری سوالات مثلا دیباگی کوچولو که مثلا یه کد بذارن جلوت بگن آقا مثلا اینجاش مثلا ایراد داره چه جوری درستش می‌کنی. من کد این از مصاحبه فنی که آنلاین بود، کد زدن من توی همون کد چالش بود در حقیقت. که توی کد چالش اینجوری بودش که اینا مثلا یک پروژه خیلی ساده مثلا اولیه با فلاسک آماده کرده بودن، بعد گفتن که مثلا حالا می‌خوام یه دو تا API جدید بهش آماده بکنیم، بیا مثلا از سیر تا پیازش تا داکرش تا مثلا فلانش تا هر چقدرش که میتونی بیا اضافه کن. از شروع API تا الگوریتمش مثلا فکر دایجسترا باید می‌زدم، یه مسیریابی بود و سه چیز فکر کنم هواپیمایی اینا بود. بعد اون الگوریتم رو می‌زدم تا مثلا همه مثلا حالا دیگه دیزایناشو رعایت بکنی، حواست باشه مثلا چه جوری داری کرکسی کد نزنی و فلان، ایناش چک میشد. و توی مصاحبه نهایی که یه مقدار چیزتر بود، حالا مثلا چند تا سوال الگوریتمی ساده یه ذره هوشمندانه مثلا ازم پرسیدن. یعنی یه جوری که مثلا نمیدونم توی مایا بود که مثلا یه صندوقچه‌ای داریم مثلا یه چند تا شی توشه، یا حالت بازی بود مثلا گفت بدون این چستا داریم یه سری چیز میز توشه با یه احتمالی مثلا می‌خوایم ببینیم مثلا شمشیر بهت میرسه یا مثلا نمیرسه، حالا بیا مثلا اینو شبیه سازی بکن که مثلا عددی که میندازی مثلا اگه بخواد برابر باشه مثلا چیکار می‌کنی، اگه بخوای احتمال مثلا شمشیر برداشتن بیشتر بشه چیکار می‌کنی، این چیزایی از این طریق. بعد حالا مثلا بیا اوردرش رو بگو، مثلا بهینه‌اش میتونی بکنی نمیتونی بکنی. این سوالای تیپیکال الگوریتمی که دیگه معمولا چند تا مصاحبه شما کرده باشید همه میپرسن دیگه. جالبه. ولی خب مثلا بستگی داره، مثلا یه سری شرکت‌های دیگه هستن اینجوری ان، حالا خودم میگم مثلا تجربهشو نداشتم، مثلا یه دفعه مثلا چیز میکنن یه صفحه واسط باز میکنن یه اسم خوبی هم داره، اون یه نرم افزاری دارن توش کد چالش واسط میارن بالا، سوال همونجا بهت میدن، شما بعد مثلا بشینی کد بزنی. واقعا مثلا بگه بعد معمولا اینجوریه که میگن در اینکه داری کد میزنی مثلا این مسیر فکری تو توضیح بده و مثلا اینجور چیزاست. درسته. حالا خودت غیر از حالا دانشی که قبلش داشتی واسه مصاحبه از ریسورس خاصی مثلا مطالعه میکردی یا کار خاصی میکردی که آماده تر باشی واسه اون مصاحبه خاصی، یا اینکه صرفا چیزایی بود که خودت تو ذهنت بود همیشه؟ ببین من بعد از اولین چیزی که حالا خیلی مهمه اینه که اصلا باید ببینی اون شرکتی که داری باش مصاحبه می‌کنی چی براش مهمه. یعنی اول باید ببینی که اون تکنولوژیایی که اون استفاده می‌کنن یک چقدر تجربه داری هستن باشون و اینکه چقدر عمیقه تجربت. مگه خودت توی رزومت چی گفتی؟ این خیلی مهمه. مثلا اگه برگشته باشی گفته باشی من مونگو بلدم، احتمال خیلی زیادی نظر میپرسن و نتونی توضیح بدی میفهمن که مثلا یه چیزی رد کردی واسه خودت فقط محض مثلا خالی نبودن رزومت. بیشتر اینجوریه، باید حواست باشه. ولی از اون طرف یه جایی به بعد دیگه کم کم متوجه میشی یه سری سامپل سوالا دیگه مثلا زی سرچ بکنی خیلی ساده شما متوجه میشی سینیور دیولپر یا مثلا بک اند دیولپر یه سری نمونه سوال مثلا در بیاری چه جوریه. درسته. سوالای تیپیکال چه جوریه، اینا رو مثلا سرچ می‌کردم جوابشو در میآوردم آماده می‌شدم. بقیه‌اش هم دیگه واقعا تجربه خودم بود دیگه. درسته. خیلی عالی. از
در واقع وقتی که آفر رو گرفتی تا وقتی که ویزا رو بگیری، در واقع توی گرفتن حقوق و صحبت کردن باهاشون و اینا نگوشیشنی وجود داشت از سمت تو، یا اینکه همه چی مثلا بسته شده بود و فقط در واقع باید تایید میکردی؟ نه، سمت من نگوشیشن آنچنانی وجود نداشت. منم راستش نمیخواستم چونه بزنم، بخاطر اینکه اون موقع شرایط یه جوری بود که فقط میخواستم بیام بیرون بی‌تعارف. و چیزی هم که به من پیشنهاد شده بود توی اسکیلی که من پرسیده بودم و میدونستم فیر بود، نه یه چیز عجیب غریبی این بود که مثلا یه خیلی کم بود نه خیلی زیاد بود، کاملا استاندارد بود. و منم دیدم که مثلا اینو آفر دادن، گفتن این مبلغ چجوریه. منم دیگه ما نسادم چک و چونه بزنم، به خاطر اینکه این معمولا قدرت چونه زنی آدم زمانی میاد که شما چند تا آفر داشته باشی از جای مختلف و مثلا این فرصت هم داشته باشی که بتونی با اینا بازی بکنی، با این آفرها بگی حالا مثلا مجبورم مثلا به شما مثلا 5 روز دیگه خبر میدم فلان بیساره. ولی من چون خودم بی‌تعارف اونقدر مثلا از این آپشن ها نداشتم که بخوام این کارا بکنم، دیدم جای خوبه، موقعیتش هم بد نیست دیگه، چون میگن دیگه قبول کردیم دیگه، دندونشو نشون. درسته. روند گرفتن ویزا چالش خاصی داشت چون آلمان بود، یا اینکه همه چیز خوب پیش رفتش واسط؟ من میتونم بگم یه بخشیش رو شانس آوردم، یه بخشم معمولی پیش رفت قضیه. کسایی بودن که همه راحت تر هم گرفته بودن، کسایی بودن که خیلی هم اذیت شده بودن، یعنی موقعیتایی که بعضی وقتا آدم بدشانسی میخوره. مثلا همکار خود من الان اونجا ایرانیه، میگفتش که من مثلا سر کیسمون نمیدونم چی شد، اون حالا ایجنتی که مسئول کیسشون بود یه اشتباهی کرده بود، مثلا چیز شد، این مثلا مجبور شده بود بنده خدا مثلا 7 ماه تو ایران دورکاری بکنه با این شرکت تا بالاخره مثلا بیاد انجامش بده. مال ما مثلا 3-4 ماه طول کشید. درسته. که حالا ما اون موقع مثلا فرایندم یه مقداری مثلا بیشتر اذیت شدن هایی که برام اتفاق افتاد، یکی آزادسازی مدرکم بود، چون من خب مثلا خیلی وقت نبود که از سربازیم من چیزامو گرفته بودم، کارت پای خدمتامو گرفته بودم و هنوز فرصت نکرده بودم بخوام مثلا مدارکمو آزاد بکنم. اونم خیلی فست داره، یعنی واقعا مثلا دانشگاه و فلان اینا، بعد اینا مدارک مثلا دبیرستان و این حرفا رو هم می‌خواستم و همه اونا رو هم باید می‌رفتیم مال دیپلم و مثلا اینا رو ترجمه می‌کردیم و مثلا این تاییدیه از این در بیرون و خیلی داستان داره. این چیزا خیلی اذیت کرد بی‌تعارف. ولی بقیه چیزاش معمولی بود، یعنی نمیگم خیلی مثلا معجزه‌وار بود، نمیگم مثلا خیلی چیز بود، فقط هی درد سر داشت که مثلا بودو این ور، حالا برو اون ور، حالا برو این ور، بودو اون ور. و من خواستم با خود چیز کنم، خواستم ازدواج بکنم و بیام دیگه. حالا اون یه داستان دیگه ای هم جداگونه بود که دیگه حالا اون وسط مخواستگاری هم کردیم و اون وسط مثلا یه چیز خیلی پولکی هم شد. چون معمولا بچه‌ها واسه آلمان مخصوصا اگر مدرک‌ها یکسان نباشه با جاب آفر خیلی مشکل می‌خورن، که حالا تو کیس تو اینطوری نبودش. آره بستگی داره واقعا. مثلا یه سریا حالا مثلا جالب بود برای من، مدرک لیسانسمو قبول کرد خود مثلا سفارت، همون ترجمه عادی شد مثلا اینا رو مشکلی نداشت، من تاییدیه‌شو گرفتم. بعد جالبی بود که اومدم اینجا و برای یه سری کارهای دیگه باید مثلا این مدرک رو دوباره ادامه میدادم. بعد دفعه بهم گفتن که مثلا نه برو ضابط تاییدیه بگیر، دستت که من تو ایران مثلا این مشکل رو نداشتم، ولی اینجا که اومدم مثلا 200 یورو دادم ضابط تاییدیه گرفتم. و ترجمه رو به آلمانی می‌کردید اونجا، درسته؟ آره. چیز عجیبی که بودش، من واسه اولان ترجمه انگلیسی کردم، خیلی شگفت انگیز بود، جالب بودش. ولی حالا تاییدیه میخورد دیگه، فقط تاییدیه سفارت روش میخورد. از نظر فشار کاری یا لول کاری که وجود داره، به نظرت کار توی آلمان و حالا نسبتا تجربه تو اروپا با ایران چه فرقی داره و آیا مثلا بچه‌ها بترسن که خیلی مثلا عجیب غریبه یا اینکه نه برعکسه؟ خیلی بستگی داره کاملا با این قضیه. خبر خوش اینه که ما با هر کی صحبت میکنیم میگه اگه آمریکا بخوای مثلا چیز بکنی بدبخت میشی،
یعنی اگه شرکتت با مثلا آمریکا ارتباط داشته باشه کلا اینجوری که صبح و شب نداری، ولی شرکت‌های عادیشون نه خیلی مثلا استانداردترن، چون کلا توی اروپا و مخصوصا آلمان کلا روی ورک لایف بالانس خیلی تمرکز دارن. اینجوریه که ها مثلا مرخصی داری پاشو برو دیگه، مثلا این داستانا ندارن مثل ما هی بنداز سال بعد، نه حالا برو بخر بقیه مرخصی تو، نمیدونم فلان بکن، حالا نمیدونم یه هفته مرخصی بخوای بگیر آقا کجا داری میری نمیدونم فلان، نه این خبرا نیست، این چیزایش مثلا مثل ایران نیست. ولی فشار کاری کاملا بستگی به شرکت شما داره، اصلا نمیشه یه نسخه پیچید برای همه. شما میتونید مثلا توی شرکت ما خب چون یه مقدار حالت استارتاپی داره و تکنولوژی که شرکت ما داره کار میکنه خیلی نوینه، یعنی در حقیقت حالا ایده استارتاپی انقدر ایده جدیدیه که واقعا چالشایی داره که اصلا دیده نشده تا الان و سر همین قضیه خب مثلا یه جاهای فشار واقعا وجود داره. درست. و از اون طرف هم بستگی به این داره که آدمای دور و بر چجوری ان. واقعا آدمای دور و برم تو شرکت خیلی باسوادن، بی‌تعارف، چون معمولا هم همه دستچین شده کشورهای مختلفن. خب شرکت وقتی داره مثلا زور میزنه یکی رو از کشور دیگه برداره بیاره، خب تا جایی که بتونه سینیور میاره دیگه، و اونهایی هم که میانم اکثرا کم نمیذارن و واقعا مثلا یه جایی هم واقعا نرد بازی در میارن، بی‌تعارف، واقعا نردن. برای همین یه چالشایی وجود داره. اگه بخوای مثلا واسه سروایو کردن مشکلی نداره، یعنی تو شما یه حداقلایی رو انجام بدی، مثلا اینجوری نیستش که اخراجت کنن بگن مثلا فلانه پاشو برو، مثلا داستانا نداره. ولی اگه بخوای رشد بکنی، اگه بخوای خودت احساس مثلا با سواد شدن بکنی، نه چالشای خودشو داره. چیزی که بازم بستگی داره، تو خود ایران هم همینجوری بود، شما تو شرکتی کار بکنی از 8 ساعتی که میری شرکت مثلا 2 ساعت لازم باشه کد بزنی بقیه‌اش رو بگیری بشین چایی بخوری. میتونستی هم نه مثلا بری توی شرکتی به جای 8 ساعت روزی 10 ساعت کار بکنی، آخرش هم مثلا به هیچ جایی نرسی، آخرش هم طلبکار بشن ازت. من تجربه همه‌شو خودم داشتم. یعنی باز کاملا بستگی داره چه شرکتی شما داری وارد میشی، پوزیشن ها مهمه. مثلا من خودم خیلی شنیدم اگه شما فول استک وارد بشی بیچارت میکنن، چون کاملا یه آچار فرانسه میخوان که همه کارا رو هندل بکنه. شرکتی هم که مثلا استک اینجوری میگیره معمولا استارتاپ، اسکیلش اونقدر بزرگ نیست، همه کارا رو میندازن گردنت، آخرش هم پشیمون میشی میای بیرون. آره. ولی کاملا بستگی داره. خیلی عالی. به عنوان سوال آخر من حداقل این که زندگی تو آلمان، اولا که کدوم شهری و بعد بگو زندگی تو آلمان چطوریه، خوبیاش بدیاش، یا حتی بعضا مقایسهش با ایران نسبت به حالا استانداردی که میدونیم بهتره، ولی مقایسه هایی که شاید توی کیس های خاص نبود به خودت اتفاق افتاده که شاید برای بعضی مهم باشه. مثلا اینجا چیزی که من فهمیدم اینه که برای آب و هواش خیلی اصلا نمیان هلند، به خاطر اینکه بارون شدید و زیاده تو طول سال، مثلا حساسیت رو آب و هوا مثلا. آره سناریوهای اینطوری. من تو مونیخ زندگی میکنم. مونیخ جنوب آلمانه، جنوب کم شرقش و نزدیک کوههای آلپ میشه تقریبا و نزدیک اتریشه. از نظر چیزی مونیخ گرونترین شهر آلمانه، برای همین هزینه زندگیش بالاست بی‌تعارف، و مثلا به نسبت هزینه زندگیش که بالاست درآمدش آنچنان بالاتر نیست به نسبت جای مختلف. ولی خب مثلا مقایسه‌ای بخوای بگی شهر خب تمیزتریه به نسبت مثلا برلین که شما بخوای بری، این شهر یه شهریه که من میتونم بگم مخصوص خانواده هاست، یعنی مجرد حوصله‌اش سر میره اینجا بی‌تعارف، بخاطر اینکه همه 8 شب پا میشن میرن خونه‌شون. میانگین سنیشون بالاتره به نسبت شهرهای دیگه آلمان، میگم دقیقاً پولدارتر و اصیل‌ترن، مثلا مدلشون اینجوریه، خیلی چیزترن. برای همین مثلا اینجوری نیستش که خیلی نایت لایف آنچنانی داشته باشه. حالا اون چیزی که شما مثلا تو برلین می‌بینی محیطاش هم معمولا اکثرا میگم شهر حالت صنعتی نداره، شهر مثل یه مثلا خیلی‌ها میگن مثل یه روستای مثلا حالا بزرگ مدرن میمونه، حالا مدرن هم نه، حتی مثلا یه روستایی که کاراش راه میفته. چجوری بگم، مثلا شهر خلوته، واقعا آرامش داری شما، مثلا این چیزاش مثلا خوبیاش میتونه باشه.
واقعا آرامشش خوبه، یعنی فضای شهر اصلا بازه، مثلا میری تو خیابون و اینا دور و برت رو نگاه می‌کنی احساس نمی‌کنی داری احساس خفگی می‌کنی. بازه، خونه ها اکثرا کوچیکن، مثلا کوتاهن، مثلا از نظر چیزی مثلا برج و آسمون خراشمشون این چیزا نداره. آسمون خراش که اصلا من ندیدم، برج هم خیلی کم داره. بعد آب و هواش، خب آلمان به نسبت مثلا خب با ایران بخوایم مقایسه کنیم بستگی داره از کجا اومده باشی. خب به نسبت مثلا اکثر ما که مثلا از تهران نادقن میایم، آلمان و حالا مونیخ هم که ازش جدا نمیشه سردتره، ولی بستگی داره که این سرما رو چجوری ببینیم. مثلا سرمای روسیه نیست، ولی از اون طرف دغدغه اصلیش اینه که اینجا آفتاب نداره اونقدر و بیشتر مثلا بحث همون بارون است که گفتید دقیقاً اینا داره مثلا هلند میمونه، حالا بارونش کمتره و مثلا یه مقدار ابراش هم مثلا نازکتر از هلندن، اونقدر مشکی نیستن، ولی خب زمستون که میشه اینجا مثلا خب آفتاب نداره آنچنانی دیگه، مثلا یک ماه تمام کلا آفتاب نمیاد، بعد همش هم منتظر یه بارونی برفی چیزی بیاد، ولی خب نه اون ابر صرفا اون بالا هست، هیچ اتفاقی نمیفته، نه بارونی میاد نه برفی میاد، هیچی، همینجوری فقط هست و خورشید نیست. بستگی داره شما چه جور آدمی باشه. اگه خیلی آدمی هستی که عشق آفتاب داری و بری آفتاب گیری، نه خب دپرس میشه، حوصله‌ات سر میره، باید ویتامین د بخوری. و حالا اگه آدمی هستی که با ویتامین د خوردن مثلا بسازی با این قضیه و بگی من مثلا خوشحالم مشکل ندارم اوکی میشه، ولی اگر نه خب اذیت میشه قرن میزنی که مثلا چرا آفتاب ندارم حوصله‌ام سر رفت کنه و فلان و دپرس میشه. اصلا باز میگم حالا مثلا مجرد اومده باشی، من خودم مثلا اینجوریم که این شهر رو برای مجردها توصیه نمیکنم بی‌طرف، چون شهریه که میگم سن بالا اکثرا و مجرد حوصله‌اش سر میره. اگه میخواد حداقل بره شبا بیرون خوش بگذرونه، یه ذره 4 تا آدم ببینه، 4 تا ماشین ببینه، به نظرم باید بره برلینی، هامبورگی جایی. ولی اگر آرامش میگرده و دنبال سکوته، من خودم مثلا آدمی بودم که مثلا بلم کنم میرن تو روستا زندگی میکنم، نه از اینکه مثلا بگم از تکنولوژی بدم میاد یا هر چی، از شلوغی خوشم نمیاد. یعنی اینقدر دیگه مثلا تو تهران شلوغی دیدم که دیگه خسته شدم. درسته. بعد آدم گرمایی مثلا خودم، خانم من اینجوری نیست، خانم من مثلا سرماییه و خب اذیت میشه زمستون بیشتر، من خودم گرمایی هم کمتر اذیت میشم، مثلا یک کاپشن بپوشم اوکی. یه موقعی هم که شده خود منی که مثلا گرمایی هم نه، مثلا سوار اسکوتر شدم، بعد مثلا دیگه دستام دیگه یخ زده، بخاطر اینکه مثلا منفی 6 و 7 بوده، مثلا رو اسکوتر شما دستکش نداشته باشی، خب کار یه جورایی دیوانگیه. این تجربه‌های اینجوری هم میکنین آدم، ولی خب زندگیه دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. همه جا هر جایی یه داستانی داره به هر حال در نهایت. دقیقاً همینه دیگه. مثلا یکی ممکنه اگر بگم من عادت دارم همش تو خونه بزرگ زندگی کرده باشم، اینجا میای مثلا تو خونه 30-40 متری مثلا احساس می‌کنی داری خفه میشی. اینم مثلا این دغدغه‌ها هست، میدونم هلند هم مثلا همین شکلی هست، مثلا اینکه خب جمعیتش به نسبت وسعتش خب زیاده، یعنی واقعا چگالی جمعیت اینجا خیلی مهم میشه. دقیقاً. خب چگالی جمعیت به چشم نمیاد ولی زیاده در این حال، و همین زمین آنچنانی نیست، خونه‌ها کوچیکن. ولی نهایتاً تهش باید ببینی که خب آقا چی میخوای تو زندگیت دیگه. دقیقاً. واقعا باید ببینی دنبال چی. دقیقاً. خیلی عالی. صرفاً سوالی که وجود نداره، ولی اگر پیشنهادی یا راهنمایی چیزی داشته باشه برای کسی که مثلا داره استارت میزنه کار رو، یا خیلی مراحل اولیه است، بالاخره یه تجربه کاری داره ولی حالا اعتماد نفسش نیست یا نمیدونه مسیر چطوریه و اینا، واسه کسی که قراره بیادش میتونی 1 دقیقه 2 دقیقه توصیه‌ای داشته باشی؟ توصیه‌های ایمنی اول از همه این که اگه واقعا نمیدونید میخواید چی کار بکنید، یعنی خیلی احساس میکنید گسترده است و گیر کردین توی قضیه، میتونید یه کاری که بکنید اینه که مثلا یه سری شرکت‌ها رو تو لینکدین بیاین فیلتر بکنید، بعد ببینید که مثلا اسکیلایی که این شرکت‌ها میخوان چیه، یه میانگین بگیرید اون چیزایی که شرکت‌ها اکثرا میخوان رو بشینید بخونید. حداقل این یه قضیه که وجود داره. 2 خیلی بفرستید رزومه، خیلی مصاحبه برید و رد بشید و واقعا همینه
از ریجکت شدن ناراحت نشید. حتی همه همینو میگن، هم دردشون میاد، ولی خب واقعیت قضیه همینه کاملا، یعنی چیز کاملا طبیعی اصلا چیز نداره. و دومم اینه که و سومم اینه که لطفاً کاملا دارم از صمیمانه برادرانه دارم توصیه میکنم به همه دوستان، یه آرمان شهر عجیب غریب توی ذهنتون تصور نکنید موقعی که میخواید مثلا بیاید یا اپلای بکنید یا هر چیزی. همه چیز نسبیه، باید ببینید تو زندگیتون چی میخواید. این خیلی جدی دارم میگم. من همیشه میگم فرار نکنید از جایی برای رسیدن به جای دیگه. اپلای کردن بهونه فرارتون نباید باشه. اپلای کردن بهونه رشد شما باید باشه، نه فرار کردن. اگر اینجوری باشه، موقعی که میایید اینجا همه این مشکلات و سختی‌هایی که میتونه داشته باشه رو به جون میخرید، به خاطر اینکه هدف بزرگتری دارید. اگر نداشته باشید براتون سخت میشه، هی میخواید مقایسه بکنی الان اینو اینجا توی بهتر دارم یا تو ایران بهتر دارم، اینجا چرا غذاش مثلا مزخرفه، چرا همش سوسیس دارن میخورن اینا، نمیدونم چرا قرمه سبزی نمیتونم بخورم، چرا گرونه، چرا مالیاتش فلان و بیساره. هی بخواید مثلا با این چیزا مقایسهش بکنی هیچ میزنید. باید بدونید که آقا اون هدف نهایی خیلی مهم‌تره. یعنی اینکه بدونید که آقا مثلا خیلی چیزا میتونه یه آپشنی باشه براتون که اصلا نه صرفا بخواید بگید مثلا پول دار بشید، ولی دنیا دیده تر میشید، بزرگتر میشید. اصلا وقتی از اون حالت محیط بسته‌ای که معمولا ما توش رشد میکنیم میای بیرون، میای اینجا، یه آپشنی داره که شما اصلا حداقلش اینه که وقتی توی شرکت بین‌المللی کار میکنید با خیلی چیزا از دنیا آشنا میشید که تا الان اصلا فکرش هم نمی‌کردید که وجود دارن، و تازه میفهمید که مثلا اصلا زندگی کردن یعنی چی و مثلا چه جوریه. بعد اصلا خودتون رو بهتر میشناسید. یعنی اصلا یه چالشی برای خود شما میشه که آقا من دور از خانواده بدون ساپورت بقیه اصلا دووم میارم یا نمیارم. اینا هست. اینا دیگه چیزای کلیه. حالا میگم میشه خیلی ادامهش داد، میشه خیلی چک و چونه زد. بعدن حالا اگر لازم شد و فرصتی بود من میتونم مثلا تجربه‌های دیگه‌ای هم در اختیارشون بذارم، ولی اصل قضیه همینه. یعنی بدونم دارن چی کار میکنن، برای چی دارن اپلای میکنن و مثلا به قول خودمون جوگیر نباشن. ولی از اون طرفم نه، فکر نکنن که مثلا چیز بدی وجود داره و مثلا خیلی همه پشیمونن و یا مثلا کسی راه برگشت نداره اگه برده میگرده و نمیدونم فلان و بیسار. خیلی نسبیه، کیس با کیس فرق داره، ولی در کل اگر هدفتون درست باشه ارزشش رو داره. اگه هدفتون درست نباشه نه. دقیقا موافقم بافت. آره دقیقا همینجوریه دیگه، کامل گفتی. بی‌نهایت از سپاسگزارم تا که اومدی و یه گپی با من داشتی و بهترین رو برات آرزو کنم. بسیار زیبا. قربونت، لطف داری. منم خیلی خوشحال شدم. قربونت. شما موفق باشی. ان شاءالله که همه دوستان هم موفق باشن، هر کی به هر چیزی که آرزوشه برسه. واقعا آره. ممنونم ازت و شبت بخیر باشه. متشکرم. قربونت. همینجور. شبت بخیر. شما بخیر باشه. خوش باشین.